ایران رضایت داده است که مفتشان بین المللی از دو کارگاه که در آن احتمالاً فعالیت‌های هسته‌ای جای داشته‌اند بازدید به عمل آورند. به این وسیله ایران می‌خواهد فشار دیپلماتی را سبکتر کند. واشنگتن تلاش دارد که تحریم‌های سازمان ملل متحد بالای تهران را برقرار کند. روز چهارشنبه در پایتخت ایران بعد ملاقات با رئیس آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای رافائل گروسی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به خبرنگار رویترز معلومات داد. ما توافق کردیم که با توجه به درخواست آژانس برای بازرسی از دو محل دیگه بر اساس اطلاعاتی که موجود هست دیگه درخواست دیگری نباید داشته باشند. آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای که قرارگاهش در شهر وینا می باشد تخمین می کند که در دو کارگاه ایرانی در ابتدای سالهای 2000 فعالیت‌های اعلان نشده هسته‌ای جای داشته است.